کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 2 ینور در نتیجه فرآمدن ترمه در حدود دهه 15 نویه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان حرکت نقلیات در کیلومتر 51-53 راه خاروق اشکاشم موقتا قطع گردید. بنا به اطلاع این اداره برای رفع عاقبت‌های ترمه از جانب وزارت نقلیات تکنیک مخصوص جدا کرده شد و در نتیجه راه را الکی از ترمه پاک کردند و حرکت نقلیات نیز برقرار کرده شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده هشدار داده است که بر اثر بارشات اخیر و بالا رفتن حرارت هوا در نواحی کوهستان تابع جمهوری و در قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال زیاد فرآمدن ترمه، سنگریز، سیل و همچنین یخ بستن راه‌ها در اغبه‌ها و قسمت‌های کوهستان وجود دارد. همچنین در وادی‌ها و دامنه‌کوه‌ها احتمال تمان خیلی زیاد است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان بار دیگر خواسته است که از سفر به منطقه‌های ترمزا، از رفتن به غنچین هیزم و دیگر زراعت در مناطق کوهستان و دامنه‌کوه‌ها، همچنین از چراندن چاروا و رفتن به شکار در این روزها خودداری کنند. از رانندگان خواسته می شود که پیش از برآمدن به سفر درباره وضعیت راه انتخاب کردهشان معلومات مکمل جمع بیارند. هنگام حرکت در کوهستان و قسمت‌های خطرناک راه فاصله بین ماشین‌ها را قطعاً رعایت کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و در صورت پیش آمدن یگان وضعیت فوق‌العاده با این رقمات تماس بگیرند: 112 و یا 992 93 880 28 19.